بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختر را مرد بیگانه با گپ زدن یعنی سویدانی دعوت کند، حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را به ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زن بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند. اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست. اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی. یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآرین وی با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشید، یعنی با او رو پرو شوین، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنین، راز دل یکدیگر را گویین. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وی راهش جدا، راه تو جدا هست.